شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، الله رب العزت و الجلال را حمد و ستایش می کنیم و شکرگزاریم که به ما بندگانش توفیق داد که تا در امروز نیز با شما صحبت داشته باشیم. این حلقه ما حلقه 92 است که در این حلقه در موضوع شب لیلة القدر و فضیلت این شب و اجتهاد هر یک بنده مسلمان در این شب صحبت خواهیم کرد. برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم. در این دهه آخر مبارکه ماه مبارک رمضان لیلة القدر وجود دارد. لیلة القدر شبی است که الله رب العزت و الجلال این شب را پرشرف قرار داده است و بر امت محمد صلی الله علیه و سلم، بر این امت منت قرار داده است و این شب را بهترین شب و پرفضلترین شب و نیکوترین شب قرار داده است. فضل این شب را الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان سوره دخان آیه 3 تا 8 بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. الله رب العزت و الجلال میگه البته ما نازل کردیم قرآن را در این شب مبارکه. سبحان الله، شب قدر یعنی شب مبارکه. انا كنا منذرین، و البته ما از جمله بیم دهندگان بودیم. و در این شب یفرق کل امر حکیم، تمام انسان ها تقدیرشان نوشته خواهد شد. امرا من عندنا، از نزد ما. انا كنا مرسلین، و البته ما فرستاننده هستیم. در این شبها الله رب العزت و الجلال هزارها ملائکتش را، فرشتگانش را به رحمتش میفرستد. رحمت من ربک، رحمت از جانب الله است. این شب و این حادثه هایی که در این شب می شود، شب لیلة القدر، رحمت از جانب الله است. و البته الله رب العزت و الجلال
شنواست و داناست. آن اللهی که پروردگار آسمان هاست و رب آسمان هاست و رب زمین است و رب و الله تمامی چیزهایی که در بین زمین و آسمان است. اگر شما باوریتان و ایمانتان بر الله باشد، نیست معبود غیر از اون و الله زنده و پاینده است و زنده می کناند و می میراند و رب شما رب است که رب اجداد شما، گذشتگان شما از اولین بود. در این آیات الله رب العزت و الجلال این شب لیلة القدر را شب مبارکه وصف می کند. چخیلی که بیان کردیم مبارکه، الله آشکار گفته ایستاده است که لیلت مبارکه، شب قدر این شب مبارک است، نیکی‌های زیاده دارد، برکت‌های زیاده دارد، فضل‌های زیاده دارد و از برکت و از فضل و برکات این شب قدر این است که الله رب العزت و الجلال در این شب مبارک قرآن را نازل کرده است و این چنین الله رب العزت و الجلال این شب را وصف می کند، صفتش را میگه یفرق فیها کل امر حکیم، یعنی یفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه. ببینید تمام تقدیر بندگان در لوح المحفوظ نوشته است، اما الله مهربانی به بندگانش می کند، به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به مؤمن مسلمانان می کند و در این شب تقدیر را می نویشد. به ملائکان امر می کند که در این شب تقدیر هر یک بنده را، تقدیر یک ساله اش را، از رزقش، از زندگیش، از عمرش، از اجلش، از نیکی و بدی که در مدت یک سال میبیند در این شب نوشته شود. غیر این چیزها، تمام چیزهایی که از امر حکیم باشد، از اوامر الله رب العزت و الجلال که با حکمت است و با حکمت است، اون امر الله که در وی خلل، نقص، نادانی، باطلی وجود ندارد، اون امر الله همه اش حکمت است، تقدیر العزیز العلیم است. پس الله رب العزت و الجلال این شب مبارکه را وصف کرد و گفت در این شب تقدیر و زندگی یک ساله تمام انسان ها نوشته خواهد شد که این البته از فضل این شب مبارک است. و الله رب العزت و الجلال می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سوره قدر از اول تا آخرش در مسئله لیلة القدر سخن میکند. الله میگه البته ما نازل کردیم قرآن عظیم و شان را در شب لیلة القدر، در شب قدر. و به تو چی داناند که شب لیلة القدر چیست؟ این سوال دلالت به بزرگی این شب لیلة القدر میکند. لیلة القدر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. سبحان الله، یک شب قدر بهتر از 1000 ماه. 1000 ماه را علما میگویند یعنی بهتر از 83 سال و 4 ماه. و در این شب ملائکه، تمام فرشتگان آسمان و روح یعنی جبرائیل علیه السلام به اذن پروردگارشان تمامی باذن رب من کل امر، تمامی امرها را، تقدیرها را خواهند نوشت و به زمین نازل خواهند شد. سلام هی حتی مطلع الفجر، و امن است و سلام است در این شب تا طلوع شدن فجر. سبحان الله. قدر یعنی چی؟ قدر
در این آیه خیلی که علما میگن به مانند الشرف و التعظیم. شب قدر یعنی شرف، شب بزرگی، شب تعظیم، شب تقدیر و القضاء. خیلی که علما ذکر میکنند، چرا که در این شب تقدیر و قضای مردم، قضا و قدر نوشته میشد. و این شب لیلة القدر شب بزرگ است. شبی است که در این شب زندگی یک ساله شما یا به خوبی نوشته می شود یا به بدی، یا سعادت و خوشبختی نصیب شما می گردد یا شقاوت و بدبختی. البته این به حکمت الله رب العزة والجلال است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، یعنی فضل و شرف و زیاد بودن ثواب و اجر در این یک شب زیاد از 1000 ماه است. فضل این شب، برکه این شب، شرف این شب، ثواب و اجر این شب زیاد از ثواب 1000 ماهینه است، از اجر و از مکافات و فضل برکت 1000 ماهینه است. برای همین است که هر کسی که این شب را زنده با ایمان بیدار بایستد، قائم باشد، نماز خواند با ایمان و با احتساب، تمامی گناهی که پیش از این شب کرده بود الله خواهد بخشید. تنزل الملائکه والروح فیها، در این شب ملائکه ها نازل خواهند شد، جبرائیل نازل خواهد شد. ملائکه ها این بندگان از بندگان الله هستند که همیشه به عبادت الله قائم هستند، شب و روز همیشه در عبادت الله هستند. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. کبر ندارند، غرور ندارند، از عبادت الله متکبری نمی کنند و اونها شب و روز الله را به پاکی یاد می کنند، چه که الله در سوره انبیاء ذکر می کند. و تمام این بندگان بهترین الله ملائکه ها در شب قدر به زمین از آسمان نازل می شوند، به نیکویی، به برکت، به رحمت. و این چنین روح که الله در اینجا کلمه روح را ذکر، روح یعنی جبریل علیه السلام، در اینجا الله خاص خودش را ذکر، روح را از ملائکه جدا ذکر کرده است. یعنی این دلالت به فضل، به شرف و به خاص بودن جبرائیل از درون ملائکان میگه. سلام هی، یعنی این شب قدر شب سلام است برای مؤمنان، از تمام بدی ها، از تمام کمبودی ها، از آتش دوزخ برای مسلمان ها این سلامت است. حتی مطلع الفجر، یعنی لیلة القدر بعد از طلوع برآمدن فجر، بعد از برآمدن آفتاب به پایان میرسد. یعنی لیلة القدر این شب است، شب قدر است. پس برادرانم و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، این شب بزرگ به شما آمد. این شب بزرگ که 21 و 23 بود شاید گذشته باشد و شاید 25 و 27 و 29 باشد. این حکمت الله است. لااقل باقی مانده از شب قدر را قدردانی بکنید، حقش را به جا بیاورید، قائم باشید، عابد باشید، ذاکر باشید، تلاوت کننده قرآن باشید، تا که الله شما را از جمله بندگانی رحمت شده، مغفرت شده و بهترین و سعادتمندترین در این دنیا و آخرت گرداند. بعضی از انسان ها اعتقاد دارند که شب لیلة القدر یک پرنده ذهبی یعنی طلاگین پرواز می کند که هر کسی که این پرنده را دید و در این حالت به جای دست زد همونجا طلا می شود. این یک خرافات است، یک افسانه است، یک بدعت است که نوجوانان مسلمان ها را به این اعتقاد باطل گمراه می سازند. شب قدر هیچ جا طلای نخواهد شد، هیچ جا بریلیانت نخواهد شد. شب قدر از این هم بالاتر و از این هم پرفضلتر خواهد بود.
شب قدر انسان نباید به آسمان نظر کند، نگاه کنان انتظار شود که کی این پرنده میگذرد که من طلا بکوبم. شب قدر شبی است که در این شب باید مرد و زن مسلمان عبادت بکند، به الله راز و نیازش را بیان بکند، به الله مناجات بکند، ناله بکند، استغفار بکند، از گناهان یک ساله کرده خود پشیمان بشود، تا که این شب گذشته گناهش را نابود و آینده زندگیش را خوشنود و سربلند گرداند. الله در این سوره قدر چندین فضیلت های این شب قدر را ذکر کرده است. فضیلت اول این است که الله رب العزت و الجلال قرآنی عظیم الشأن، آن قرآنی که هدایت بشر است و خوشبختی سعادت انسان هاست در این دنیا و آخرت، این قرآن را در این شب مبارکه شب لیلة القدر نازل کرد. فضیلت دومش که در این سوره قدر ذکر شده است این است که الله در دومین آیت این سوره که میگوید و ما ادراک ما لیلة القدر سوال میکند، سوال استفهام من التفخیم و التعظیم. این سوال دلالت به بزرگی این شب، به عظمت این شب میکند. و فضیلت سومی که در این سوره مبارکه الله ذکر کرد میگوید انها خیر من 1000 شهر. این شب، یک شب شاید که 5 ساعت باشد، شاید که 6 ساعت باشد، شاید که 10 ساعت باشد، در بعضی از مواقع ساعت که 1 ساعت باشد، بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه یعنی 83 سال و 4 ماه. سبحان الله. این فضل است که الله به دوستانش میبخشد. این فضل است که الله بندگان بهترین خود را به این فضلش میسر خواهد کرد. و فضیلت چهارمی که الله ذکر میکند، در این شب ملائکه ها از آسمان به زمین نازل خواهند شد و تنها مقصد و نازل شوی ملائکه ها این خیر است و برکت است و رحمت است. و پنجمین فضیلتی که این شب دارد این است که این شب از سرشوی شب که مغرب است تا طلوع فجر این سلام است، چرا که در این شب سلامت و سلامتی و امن و امان و سلام خیلی هم زیاد است، از عقاب، از عذاب. سبحان الله. چقدر شب بهترین است. برای همین است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند بهترین شبهای دنیا این دهه آخری ماه مبارک رمضان است. در یک سال بهترین شبهای سال این دهه آخری مبارک رمضان است و از درون دهه آخری مبارک رمضان این 5 روز یا که روزهای ویتر، روزهای تاقی، شبهای تاقی دهه ماه مبارک رمضان است. شب 21، شب 22، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29. و از درون این شبهای تاقه شب لیلة القدر، شب قدر بهترین شبها در نزد الله رب العزت و الجلال می باشد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، این شبها را قدردانی بکن تا که قدر یابی. این شبها را با عزت گذران تا که عزت یابی. این شبها را با عبادت، با ایمان و احتساب بگذران تا که الله تو را از غمگینی و از خسارت این دنیا و آخرت نجاتت بدهد و تو را از سعادتمندترین مردم در این دنیا و آخرت برقرارت سازد. و از فضیلت این شب این است که الله رب العزت و الجلال خاص یک سوره را که سوره قدر است به این شب، به فضل این شب نازل کرده است. یعنی این سوره فقط مسائل و مسئله این شب قدر را بیان میکند که سوره لیلة القدر، سوره قدر است. و این چنین از فضیلت شب قدر این است که
از ابی هریره رضی الله عنه ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب لیلة القدر را، شب قدر را با قیام، با ایمان و با احتساب نگه داشت، بیدار نگه کرد و زنده داشت، تمام گناهایی که پیش از اون کرده بود بخشیده خواهد شد. ایمانا و احتسابا معنیش این است که ایمان به الله، ایمان به اون چیزهایی که الله به زنده نگه دارندگان شب لیلة القدر وعده کرده است، ایمان به رسول الله، ایمان به غیبیات و احتساب. احتساب یعنی به اجری که الله به این شب لیلة القدر وعده کرده است. احتساب یعنی طلب اجر، طلب ثواب. پس این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخن حق است. حدیث صحیح است که در کتاب بخاری و کتاب مسلم و در سنن ذکر شده است و حدیث 100% صحیح است. هر کسی که میداند یا نمیداند پس در این شب لیلة القدر عبادت بکند و داند که الله به عبادت کنندگان و بیدار استاده شدگان این شب فضل و کرمی را بخشیده است، سبحان الله اجر بسیاری را خواهد گرفت. شب قدر در رمضان است، چرا که الله رب العزت و الجلال قرآن را در این ماه مبارک نازل کرد و به تحقیق الله رب العزت و الجلال خودش خبر میدهد که در این ماه مبارکه رمضان ما قرآن را در یک شبش نازل کردیم که این چی است؟ شب قدر است. انا انزلناه فی لیلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله میگه که در شب، در ماه مبارک رمضان ما قرآن را نازل کردیم، اما از درون این ماه در بهترین شب که لیلة القدر است در همون شب قرآن را نازل کردیم. این تعیین الله است. از این سخن الله فهمیده می شود که بهترین شب این شب قدر است که قرآن در اون نازل شده است. و این از خاصیت امت محمد صلی الله علیه و سلم است که این شب قدر خاص امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. و شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلة شب قدر را در دهه آخر ماه مبارک رمضان کافت کاب بکنید. و حدیث دیگر دلالت میکند که در شبهای تاقی این دهه آخر کافت کاب بکنید. تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. در شبهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان لیلة القدر را کابید. هر دو این حدیث صحیح است و حدیث متفق علیه است، یعنی امام بخاری و مسلم روایت میکرد. و شب لیلة القدر در شب 27 دهه آخر ماه مبارک رمضان نزدیکتر است. به این شب 27 نزدیکترین شب به شب لیلة القدر است. چرا که از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما فهمیده می شود که میگند ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروى ليلة القدر في المنام في 7 الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في 7 الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الاواخر. حدیث صحیح است که امام بخاری و مسلم روایت میکنند. حدیث متفق علیه است. در کتاب تراویح و صیام در کتاب مسلم و امام بخاری ذکر شده است. معنای حدیث این است که یک مرد از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب قدر را در خوابشان دیدند که این شب 27 ماه مبارک رمضان است. وقتی که به رسول الله نقل کردند، رسول الله گفتند ارى رؤیاکم قد تواطأت. من میبینم که خوابهای شما به روز، یعنی به شب قدر اتفاق شده است.
که این شب قدر شب 27 آخر ماه مبارک رمضان است. پس هر کسی که میخواهد که شب قدر را کابد و یابد، شب 27 ماه مبارک رمضان را زنده نگه دارد با عبادت و با ایمان. و در حدیث مسلم این چنین آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن التمسوها فی العشر الاواخر، در دهه آخر ماه مبارک رمضان شما شب لیلة القدر را کابید. فإن ضعف أحدكم أو عجز فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وأقرب أوتار السبع الأواخر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله عموما میگن که نزدیکترین شبها به شب قدر این شبهای تاقی آخری ماه مبارک رمضان است. پس قول راجح و سخن درست و صحیح این است که شبهای آخر را، شبهای تاقه را انسان باید زنده نگه دارد، چلی که حدیث صحیح آمده است که پیامبر التمسوها فی تاسعة تبقى فی سابعة تبقى فی الخامسة تبقى. ابن حجر اسقلانی در فتح الباری میگن الاقوال ارجح الاقوال انها فی وتر من العشر الاخیر. راجح ترین قول، درستترین و صحیح ترین سخن در این مسئله این است که شب قدر را ما باید در شبهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان کابیم. و الله به حکمتش و به رحمتش و به خواستش و به ارادهش و به علمش این شب بزرگ را، شب قدر را در یکی از این شبها قرار داد، یا شب 21 یا شب 23 یا شب 25 یا شب 27 یا شب 29. و این از فضل الله هست که علما میگن هر سال الله به حکمتش و رحمتش این شب را تغییر میدهد. بعضی سال شب 27 شب قدر می شود و بعضی سال شب 21 شب قدر می شود و بعضی از سالها شب 29 شب قدر و بعضی از سالها شب 25 شب قدر و بعضی از سال شب 23 شب قدر می شود. این به علم الله و به حکمت الله هست که تا که بندگان کوشش بکنند و این پنهانیش برای اختبار و برای امتحان و برای سنجش و ابتلای بندگانش است که کدام از بندگانش کافتوکاب می کنند، کدام از بندگان الله به الله خود را نزدیکی می جویند و ثواب این شب را با کافتوکاب، با کوشش کردن در می یابند. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علامت این شب را، نشانه این شب را ذکر کرده اند. پیامبر میگن که شب قدر شب است که پگاه روزی این شب، یعنی نماز فجر را به خاک و به بطلاق سجده میکنم، طین. پس در این شب لیلة القدر باران میبارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح را در آب و طین سجده میکنند. برادرانم و خواهران بزرگوارم، لیلة القدر شبی است که تمام درهای آسمان گشاده خواهد شد و تمام دوست داشته ترین بندگان الله به الله خود را نزدیک خواهند کرد و در این شب خطاب شما شنیده خواهد شد و جواب صحبت شما، سخن شما از جانب الله به شما گردانیده خواهد شد و در این شب به عمل کنندگان اجری بزرگی را نوشته خواهد شد و این شب بهتر از 1000 ماه است. کوشش بکنید، اجتهاد بکنید، الله شما را و ما را رحمت بکند. کوشش بکنید تا که این شب را دریابید و هیچگاه ناامید از درگاه الله نباشید. واحذروا، برحذر باشید، برحذر باشید از غفلت و از نادیدگیری نعمت الله. برحذر باشید از غفلت، از اون غفلتی که رنج و عصیان را به برگردنی شما خواهد آورد. علما میگویند تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري فما أغفلن عن واجبات الحمد والشكر
اما قد خصنا الله بشهر ای ما شهر بشهر انزل الرحمن فيه اشرف الذکر. این ابیات بود که ابن عثیمین رحمت الله علیه در کتاب مجالس الذکر خود ذکر کردند. پس از پروردگارمان الله رب العزت والجلال دعا میکنیم که اللهم اجعلنا ممن صام شهر. پروردگارا ما را از جمله کسانی بگردان که این ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم و شب قدر را دریابیم و از ثواب جزیلش و اجر بزرگش فائز و برخوردار باشیم. اللهم ای پروردگارا ما را از جمله سبقت کننده به سوی نیکیت بگردانی و از سوی منکرات و بدی ما را دور گردانی و ما را از جمله بهترین انسان ها در این دنیا و آخرت بگردانی. پروردگارا به ما رزق شکر نعمتت را و حسن عبادتت را عطا فرما و ما را از جمله بندگان اطاعت کننده و دوستانت قرار بده و در این دنیا و آخرت به ما نیکویی را عطا بفرما و ما را از عذاب بزرگت و از عذاب سختت نجات بده. گناه ما را، پدران ما را، خواهر و برادران و تمام مسلمانان روی دنیا را ببخش و همه ما را رحمت کن ای ارحم الراحمین. و صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.